سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در منطقه آزاد انزلی که به کاسپین معروف هستش. امروز جمعه 31 شهریور ماه و ساعت حدود 11 هستش. منطقه آزاد انزلی در 24 کیلومتری شهر انزلی قرار داره و شامل مجموعی از پاساژها و فروشگاه‌ها با تنوع بالا، فروشگاه‌هایی مثل انواع لباس و خوراکی، آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و سایر چیزها. کافی شاپ، رستوران، امکانات تفریحی مثل آکواریوم، تفریحات دریایی هستش. این مجموعه دارای پارکینگ بسیار بزرگی هم هستش. برای گردش کامل در این مجموعه یک روز رو میشه در نظر داشت. صنایع دستی و غذاهای محلی هم به تازگی در این مجموعه اضافه شده. ولاگ رانندگی از شهر رشت تا انزلی و همچنین گردش در بخش‌های مختلف شهر و بازار انزلی رو قبلا در کانال قرار دادیم که میتونید در پلیلیست مربوط به شهر انزلی پیداشون کنید. خواهشم با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. No sé.
یک بزن موضوع نگیر بسید نه آره منظورم میگه درست مدرسه نزدیک نبود خودم راحت میبردنش ولی انسان دیگه باد میزنه اذیت میکنه
دنبال چیز خالره آقا راست دنبال نه.